دادگاه عالی تاجیکستان روز 12 فوریه لطیف و نظرشویف دو عضو گروه مسلح ملا عبدالله به مهلت 19 سال محکوم به زندان کرده است. دادستانی کل تاجیکستان گفت این دو نفر بعد از 19 سال فرار دستگیر کرده به جوابگری کشیدند. دادستانی گفت تفتیشات معین کرد که لطیف و نظرشویف سال 1996 به گروه مسلح استوار رحیموف عبدالله با لقب ملا عبدالله در حدود ناحیه نورآباد شامل گردیده تا سال 2001 در این گروه جنایت‌های وزنی و مخصوصا وزن را صادر نمودند. بنابراین منبع مای سال 1999 یک زن ساکن ناحیه نورآباد به ملا عبدالله و جنگجویانش از مناسبت عاشقانه شوهرش با یک زن شکایت کرده است. در پی جنگجویان ملا عبدالله با روبری باباجانوف ملقب با فیض چلاق این مرد را به اسارت گرفته مدت بیش از 15 روز در قرارگاهشان غیر قانونی همچون گروگان نگاه داشتند و در عوض رهاییش از پدر او پول و مال به مبلغ بزرگ طلب کردند. لطیف و نظرشویف در پی تارمار گروه ملا عبدالله در ابتدای سالهای 2000 به روسیه فرار کردند. ملا عبدالله یکی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیای تاجیک بود که در سالهای جنگ شهروندی در حدود ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان عمل میکرد. ملا عبدالله شرایط صلح سال 1997 بین حکومت و اپوزیسیون را نپذیرفت و جنگجویانش تا چند سال دیگر به غارت و بیدادگری و گروگانگیری ادامه دادند. خود ملا عبدالله در ماه اپریل سال 2011 بعد 8 ماه تعقیب در پناهگاه آخرینش در یک غار در مرز ناحیه رشت و نورآباد کشته شد. مقامات تاجیکستان گفتند که از این غار سلاح و همچنین پرچم سیاه جماعت انصارالله را پیدا کردند.